سلام رفقا. سال 2010 بود. شبی که فکر میکردم فقط یک پرونده ناپدید شدن معمولی رو بررسی میکنم. اسمش شنان بود. خانوادهش میگفتن نیمه شب با وحشت تماس گرفته. نگفته بود جانش در خطره. بعد تماسش قطع شده بود. دیگر هیچ وقت برنگشت. ما با اوشن پارک رفتیم. جاده طولانی خلوت در لانگ آیلند کنار ساحل. زمستان بود. باد سرد از سمت اقیانوس میوزید. منطقه ساکت بود. سگ‌های جستجوگر جلوتر از ما حرکت میکردن. چند دقیقه بعد یکی از ماموران صدام زد. کنار بوتا چیزی پیدا شده بود. اولین بقایا. همانجا ایستادم. تجربه سالها کار پلیس بهم میگفت این فقط آغاز ماجراست. چند صد متر جلوتر جسد دوم پیدا شد. کمی بعد سومین و بعد چهارمین. 4 زن که سالها قبل ناپدید شده بودند. همگی آخرین بار برای یک قرار ملاقات رفته بودند و دیگر دیده نشده بودند. در آن لحظه فهمیدم با یک قاتل زنجیره‌ای طرف هستیم. ما جستجو را گسترش دادیم. هفته‌ها طول کشید. بقای افراد یکی پس از دیگری در همان محدوده پیدا میشد. پرونده سنگین‌تر شد. رسانه‌ها اسمش را گذاشتن قاتل لانگ آیلند. اما چیزی که من بیشتر نگران میکرد نظم کار قاتل بود. جسدها با فاصله های مشخص رها شده بودند. کنار جاده‌ای که شبها تقریبا هیچ کس از آن عبور نمیکرد. یعنی قاتل منطقه را خوب میشناخت. یکی از مهمترین سرنخ‌ها تماس تلفنی بود. در یکی از پرونده‌ها مردی با خانواده قربانی تماس گرفته بود. آرام حرف می‌زد. کنترل شده. نه فریاد، نه تهدید آشکار. رد تماس به مناطق شلوغ نیویورک می‌رسید. او می‌دانست چطور از شلوغی شهر برای پنهان شدن استفاده کند. سالها گذشت. پرونده باز بود. اما پیش نمی‌رفت. هر بار که فکر می‌کردیم به جواب نزدیک شدیم، سرنخ‌ها قطع می‌شدند. تا اینکه در سال 2023 تیم ویژه دوباره پرونده را از صفر بررسی کرد. ما همه چیز را دوباره کنار هم گذاشتیم. سوابق تماس‌های قدیمی، خودروهایی که در منطقه دیده شده بودند، داده‌های موبایل. یک نام بیشتر از بقیه تکرار می‌شد. رکس هیورمن، یک معمار، زندگی خانوادگی معمولی داشت. هیچ چیز در ظاهرش فریاد نمی‌زد که قاتله. ماها زیر نظرش گرفتیم. از زبالهایی که بیرون میگذاشت نمونه برداشتیم. آزمایش دی ان ای انجام شد. وقتی نتیجه برگشت، سکوت اتاق آزمایشگاه هنوز در خاطرم هست. تطابق وجود داشت. بعد از 13 سال ما بالاخره یک مظنون اصلی داشتیم. روز بازداشت آرام بود و خونسرد. انگار نه انگار که سالها یکی از بزرگترین معماهای جنایی آمریکا را پشت سر گذاشته. پرونده هنوز در دادگاه در حال بررسی است. در منطقه لانگ آیلند و اطراف آن بقایای دست کم 11 نفر کشف شد. در حال حاضر این مظنون به قتل چند نفر از آنها متهم شده و روند رسیدگی ادامه دارد. پس از ملاقات با قربانیان آنها را کشته و اجسادشان را در همان منطقه رها شده بودند. در کیفرخواست‌های رسمی علت مرگ بیشتر آنها خفگی و فشار به ناحیه گردن اعلام شده. روش قتل ساده بود، بی صدا، بدون جلب توجه. همین سادگی کار برای سالها کار را سخت کرد و برای من این پرونده یک حقیقت تلخ را ثابت کرد. خطرناکترین مجرمان همیشه در سایه تاریکی پنهان نمی‌شوند. گاهی آنها در روشنایی روز زندگی عادی دارند، اما باید سالها صبر کنیم تا سایه از روی حقیقت کنار برود.